شکوه واروغ نام چهار کتاب روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک داداخان اگمزاد رونمایی کرده شد. در تالار کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشقچه اسیری معرفی کتاب تازه نشر نویسنده تاجیک داداخان اگمزاد با اشتراک اهل علم و ادب برگزار گردید. در رونمایی کتاب مذکور نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، ادیبان، دوستان، شاگردان و پیوندان نویسنده داداخان اگمزاد اشتراک نمودند. رئیس بخش سوختی اتفاق نویسندگان تاجیکستان احمدجان رحمتزاد نشست را آغاز نموده درباره نویسنده و کتاب تازه نشر معلومات داد. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت نیز در این چهاره‌بینی اشتراک نمودند. امروز ما در معرفی کتاب شکوه واروغ قرار داریم. واقعا هم بسیار رمزی هست که این اثر با نام شکوه واروغ یاد می شود، نامگذاری شده است، زیرا هر یک فرزند همین سرزمین امروز برای یعنی یک نوع شکوه برای واروغ است. نه تنها استاد بلکه من فکر میکنم تمام قلمکش‌های دیگری که در همین سامان هستند و به ایجاد دست میزنند و یک گوشه بسیار قدیمی و دارای سنت‌های دیرینه کشور عزیز ما را معرفی میکنند. برای اینها هم تعلق دارد. در هفته چهاره‌بینی نوار از حیات و فعالیت نویسنده داداخان اگمزاد به حاضرین نمایش داده شد. شاگردان و دوستان نویسنده داداخان اگمزاد ضمن سخنرانی از فعالیت و پهلوهای ایجادی نویسنده و کتاب شکوه واروغ اندیشه‌های خود را بیان نمودند. داداخان اگمزاد 1 اپریل سال 1951 در دهه واروغ شهر اسفره به دنیا آمده است. بعد از ختم مکتب دهه سال 1969 به یونیورسیته دولتی تاجیکستان حالا دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده شعبه ژورنالیستیک را ختم نموده است. امروز مجموع این کتاب‌ها را در این 4 کتابی که هست نشر کردن، یعنی مجموع افکار استاد را به مردم رساندن است. در جهان کتاب‌های زیاد چاپ می شود، لیکن بعضی آنها نوشته می شود، چاپ می شود، در تاقچه ها می ماند، مردم نمی خوانند. بعد 10-20 سال آهسته فراموش می شود. بعضی کتاب ها هستند که آنها دست نارس هستند، چاپ می شود، مردم از پی همان کتاب می شوند. نویسنده فعالیت کاری را از سال 1973 در روزنامه کنسومری تاجیکستان آغاز نموده است. او در روزنامه‌های پیام دوشنبه، ادبیات و صنعت تاجیکستان، نیلوفر و سخن خلق از وظیفه مخبر تا سرمحرر شده فعالیت کرده است. داداخان اگمزاد همچنین بنیادگذار نشریه‌های سلامت باشد، لاچین، لکوپک، کنچی واروغ بوده در پیشرفت مطبوعات تاجیک سهم خود را گذاشته است. نویسنده علاچی مطبوعات تاجیکستان و دارنده اردن شرف درجه دوم می باشد. و می گویم که اگر در 60 سالگی خود را با پرستوی رمیده، با اثری پرستوی رمیده جنبست کرده باشم، این یک جنبستی 70 سالگی من است که دور منی تاریخی، قصه ها، هجویات و آچرکارا در بر میگیرد. خیلی منت دارم و مسئولیت خود را حس میکنم و بعد این صحبت ها، بعد این سخنا مسئولیت من زیادتر شد. بار دیگر میگویم که تا هستم و قلم در دستم به ملت عزیزم خدمت میکنم. اکنون شکوه واروغ پیش رونما شد، پیشروی شد. حالا که مردم واروغ اندکی رنجور هستند و اندوه دارند، من از پی آموزش اندوه واروغ و یافتن دوای این درد می شوم. داداخان اگمزاد در برابر روزنامه‌نگاری همچنین مؤلف یکچند کتاب ها می باشد، از جمله لبخند نادر، گهواره بخش یا خود قصه زنگری خودم، لنگری بازسازی، 1001 خنده، پرستوی رمیده و بلاگردان یا خود پاره ها از خاطرات یک نویسنده درباره 3 پرزیدنت می باشد. گزارش نصیب جان ابویف و اعظم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.